سلام بچه‌ها، امروز با چند حرکت توپ برای عضلات سینه خدمتتون هستیم. بریم که انجامش بدیم. حرکت اول حرکت پرسینه دنبل. این حرکت سوپر هم داره که تو ویدیو با هم انجامش میدیم. Ça tue, ça blesse, ça flingue. Ay, 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 bro. Gazo. Non, sincèrement, voilà, tu vois. بعدی حرکت قفس سینه تک دمبل هستش. بریم که اجراش کنیم. Ça tue, ça blesse, ça flingue. Ay, 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 bro. Gazo. Clic. Bro. Ça tue, ça blesse, ça flingue. Ay, ay, ay. سراغ حرکت سوم. اسم حرکتمون دمبل موازی بالا سینه. Ça tue, ça blesse, ça flingue. Ay, 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 bro. Gazo. Clic. Bro. Ça tue, ça blesse, ça flingue. چهارم حرکت فلای قفسه هستش. ولی بچه‌ها دقت بکنید به نوع گیرش دستم تو ویدیو و اینکه نحوه بدنم و طرز ایستادنم روی صندل فلای. این حرکت برای عضله زیر سینه هستش. Ça tue, ça blesse, ça flingue. Ay, 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 bro. Gazo. Clic. Bro. Ça tue, ça blesse, ça flingue. Ay, 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 bro. حرکت پنجم حرکت کراس قفس سینه هستش. با هم دیگه بریم که اجراش کنیم. Ça tue, ça blesse, ça flingue. Ay, 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 bro. Gazo. Clic. خب حرکت آخر حرکت کراس آب یا همون حرکت کراس زیر سینه. Ça tue, ça blesse, ça flingue. Ay, 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 bro. Gazo.